اولین دلیلی که به ذهن بنده میرسه اون دشمنی که بین بنی هاشم و بنی امیه بود دقیقا. که از زمان تولد عبد شمس و هاشم، چون اینا دو تا برادر دوقلو بودند و اتفاقات افتاد. حالا نمیخوایم به اون بپردازیم. دشمنی از اون لحظه تولد شروع شد تا ادامه داشت و جنگ بدر و احد و احزاب و سایر جنگ ها که همش اتفاقش همینه. و بعد از اون جنگ صفین و جنگ کربلا، دشمنیه که بین بنی هاشم و بنی عبد شمس یا بنی امیه بود که خود یزید در اون زمانی که سر مقدس سید الشهدا علیه السلام رو جلوش گذاشته بودن به این مسئله تصریح میکنه. حالا خیلی از مورخین اهل سنت این داستان رو نقل کردم، من فقط یک از اونها رو خدمتتون عرض میکنم. کتاب المنتظم ابن جوزی که عالم معروف حنبلی مذهب هست، ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن جوزی، متوفی 597، جلد 5، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول، چاپ 1412، که از مجاهد نقل کرده. خب این روایت سندهای متعدد داره که جیء برأس الحسین ابن علی علیه السلام فوضع بین ید یزید ابن معاویه، سر سید الشهدا علیه السلام رو آوردند و جلوی یزید ابن معاویه گذاشتند و این دو شعر رو خوند اونجا: لیت اشیاخ به بدر شهدوا جزع الخزرج من وقع العسل فاهلوا واستهلوا فرحا ثم قال بقیت لا تمثل یا لا تمثل. حالا جوری دیگه هم نقل کردن که ثم قالوا یا یزید لا تشل، اینجوری هم نقل شده این شعر. خب این نشون میده که یزید داره همون قضیه رو میبینه. چرا به امام حسین حمله کردن؟ چرا کشتن؟ انتقام بدر رو میخواستن از پیغمبر بگیرن، نتونستن. اونجا شکست خوردن. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به تنهایی فرزندان بنی امیه رو اونجا قلع و قم کرد، برادران معاویه، دایه های معاویه، اینها رو قلع و قم کرد و اینها آمدن انتقامش رو از فرزند پیغمبر در کربلا گرفتن. لیت اشیا، کاش بودند. یزید آرزو میکنه کاش بزرگان ما در بدر بودن که ما چه کارایی کردیم و امروز میگفتن یزید دست درد نکنه. این اولین نکته‌ای که به ذهن من میرسه که اینها انتقام رو میخواستن از پیغمبر بگیرن، اون دشمنی که بین بنی امیه و بنی هاشم بود و اینها انتقام رو گرفتن و به انواع مختلف هم بیان کردن دیگه. اون عبارت معروف بغضند ابیک بله. نشون میده دیگه که اسم امیرالمؤمنین بالاخره زحمت در از حضرت زهرا شروع شد دفاع از این نام تا امام حسین و باقی ائمه. دقیقاً.